مقام حقانی گیان سید محمد از مقام‌های اصیل یارستان هستش. این مقام قبلا توسط اساتید عزیز در لحن‌ها، در گام‌ها و در کوک‌های مختلف اجرا شده، اما اینی که الان آموزش خواهیم داد به روایت استاد بزرگ سید امرالله شاهرمی هستش. شروع مقام روی پرده 5 هست با مضراب راست شور راست شب و اشاره های ضعیف، قوی نباید باشه، اشاره های ضعیف به پرده 6 به این حالت میشه. گیان، حالا ساده بزنیم بدون اشاره. گیان سید میشه گیان سیدش میشه 3 تا 2 یه دانه راست، مضراب شور آزاد میشه و راست شب آزاد به این حالت. گیان سید. حالا محمد گردشی میشه در واقع روی پرده 3 و 2، مضراب راست شور راست شب این حالت. این شد گیان سید محمد. گیان سید محمد. حالا برو دیوانی، برو دیوانی میشه 503 یک صرف یک میشه مضراب راست، شور میشه چپ. حالا 1 تا 3 یا روی پرده 1 رو میگیریم، یه اشاره به 3 میدیم، این حالت میشه مضراب راست و مضراب چپ میاد روی پرده 5 سیم زرد این حالت و 7 راست چپ راست چپ کامل. گیان سید محمد. برو دیوانی. گیان نازش روا هست، دقیقا همین تکرار میشه با یک شعر دیگه. گیان نازش روا